سلام میکنم به بربکس، چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. بربکس امروز اومدیم با یه چالش سعی کن نخندی با مجازات. امیدوارم که مجازات نشی، چون بد چیزایی تو مغز مریض منو حواستو جمع کن. امیدوارم شما مجازات نشید. سلام میکنم خدمت رفقای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز با ویدیو جدید اومدیم با عنوان چالش سعی کن نخندی. بله تا 3 بار فرصت داری، اگه تا 3 بار ببازی یه مجازات میدی. رفقا اگر میبینید که ما داخل ماشین ویدیو میگیریم، چون واقعا شرایطشو نداریم که استودیو بگیریم یا داخل خونه بگیریم، چون نه خونه ایشون میشه رفت نه خونه ما میشه اومد، حالا بنا به دلایلی نمیشه که داخل خونه یا استودیو بگیریم. در نتیجه بهترین فکری که به ذهن ما رسید همین این فضایی که میبینید. حالا من ویدیوهای بعد قول میدم که یه ذره نور پردازی کنم، مثلا این پشت رو برداریم یه ریسه چیز بزنم رنگارنگی بشه، قشنگش میکنم. اینه که اگر میبینید خیلی ساده و از نظر شما جالب نیست، به بزرگی خودتون ببخشید و قبل از اینکه این ویدیو رو ببینین سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. Let's go. میدونی ماهیا به خواهرشون چی میگن؟ چی میگن؟ خب بگو چی میگن؟ چی میگن؟ میگن آبزی آبزی. خب یکیچ وای خدا این خیلی خوب بود. یکیچ چرخ زد. یکیچ من نفتا. میدونی به موزی که نرسیده چی میگن؟ چی میگن؟ میگن رسیدی زنگ بزن. رسیدی زنگ بزن. باشه زنگ بزن. آجی تو یه چیزی مصرف میکنی تو. چی مصرف میکنی؟ اینو دیدم. آره بنجا نمیخندم. اینو دیده بودم. میدونستین چرا یخچال برفک داره؟ چرا؟ چون آنتن نداره. به خدا اگه میدونستی. نگو میدونستی که ناراحت میشن. آنتن داره یخچال؟ مگه نیدی این تلویزیون قدیمی اگه آنتن نداشته باشه برفک میزنه؟ خب به جماله. نه دیگه نه آبلیمو میریزی سه بزرگ سه جلو سه کار بزرگ جلو کار. ما فقط دو بازار نریز برید سه بزرگ برید آقا برید تو که میریزی برید دیگه همینجا شما رو بکن. بچه آبلیمو روغن زیتون یه لوبیا میچسبیدن. یکیشو برید با چنجه بسه. نه شما که نباید بگی از دلم. چیز بدی شد. آخه مخلوط نمیشه. خوشگل شده ولی نه وقتی دادم خوردی میفهمی که نیشتو باز نکنی. پست مگه سیروب گل روز. آخه خدایی بوش خوب شد. جان حمید بکن جانم. اگه بگو بوش بده من میخورم اصلا. نه واقعا شما خوبی؟ میدونید اگه ماهواره ها زیاد آب بخورن چی میشن؟ چی میشن؟ دیششون میگیره. آره. تشکرشو خالی کردم تو اتاقم. من سردرد گرفتم دارم میمیرم. پشه ها روی آینه اتاقم وایستادن دارن شاخکاش رو مرتب میکنن. جالب بود این به چیش خندم به این که شاخکاشون رو دارن مرتب میکنن اینا. دو هیچ. میدونی تخم خر به کی میگن؟ تخم خر به کی میگن؟ به کسی که میره تخمه میخره. تخم آفو بگردن میگن واسه کسی بمیر که برات تب کنه. همکنون یه نمه تب دارم. برنامه چیه؟ هیچ. میدونی اگه یه فیل بره بالای درخت چی میشه؟ چی میشه؟ بگو چی میشه؟ هر چی میگم میگه چی میشه.
چی میشه؟ حدس بزن. چی میشه فیل بره بالا؟ آقا حدس بزن. میفته. دوربین رو نگاه کن. آقا حدس بزن. میفته. یه فیل از فیلای رو زمین کم میشه. بره بالا درخت یه فیل کم میشه. آره دیگه. یه فیل از اون فیلای چیز زمین کم میشه دیگه. فوج منتشر کرد. اولی ها، دومی ها، سومی ها، کنکوری ها. خاک بر سرتون با این درز دست خوندنتون. سه هیچ. وای خیلی خوب بود. یه بار دیگه بخون. یه بار دیگه بخون. با همین لحن بخون. سه هیچ. وای قبول خدا. کن تا بخونه. چی؟ سه هیچ رو قبول کن. آقا یه بار دیگه بخون. نه دیگه سه هیچ رو قبول کن. آقا من باختم ولی یه فرصت دیگه بده. یه فرصت بده. جای 3 بار 4 بارش کن. میگه 4 بار خودتون شاهدین. فوج منتشر کرد. اولی ها، دومی ها، سومی ها، کنکوری ها. خاک بر سرتون با این بعض دست خوندنتون. الان بخند دیگه. نه باختی. نه باختی. دیگه نخندیدم بار دیگه. قبل باختی دیگه شما شاهدین. آقا 4 بارش کردیم دیگه. خب دیگه یه بار دیگه فرصت بده. اوکی. میدونین چرا خورش رو میریزن تو ظرف مسی؟ چرا میریزن تو ظرف مسی؟ چون که رونالدو خورش دوست نداره. چون که رونالدو خورش دوست نداره. بابام با ماشین تصادف کرده، زنگ زده به من فحش میده. میگم چی شده؟ میگه تصادف کردم جاکش. میگم چرا به من فحش میدی؟ میگه وقتی تصادف کردم داشتم به تو جاکش فکر میکردم بی پدر. نه نخندیدم. گرفتم خودمو. میدونی به بزی که دیابت داره چی میگن؟ چی میگن دیابت داره؟ بزبز قندی. بزبز قندی اینو شنیده بودم. شنیده بودی؟ بله. یکی از مهمترین دلایلی که من جورابامو نمیشورم اینه که وقتی گمشون میکنم به آسانی از روی بوشون جاشون رو پیدا میکنم. اگر کلاه قرمزی رو برعکس کنی چی میشه؟ میشه انار. هیچی کلاش میفته. اصلا معنی این جوکا میدونی چیه؟ به بیمزگیشه. یعنی از بیمزه بودن باعث میشه که تو بخندی. جدی میفهمی؟ حالا ولی شما فکر کنم مریضی چیزی داریم. پدر به دخترش میگه پاشو به دختر گلم یه لیوان آب واسه بابا بیار عزیز دلم. دختر ول کن بابا دارم تلویزیون میبینم حال ندارم. دختر کوچیک‌تره بابا ولش کن این خیلی بی‌تربیته پاشو برو خودت بخر برای منم بیار. 1000 پا از دیوار میفته. میگه آخ پام 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 پام. 1000 پا دیگه. 1000 تا پام 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 میگه. خند دیگه. میگه چرا مهران مدیری داریم ولی مهران معاون نداریم؟ چرا اصلا شیر کاکائو داریم ولی پلنگ کاکائو نداریم؟ باشه تموم نشد. نه تموم شد دیگه. شب تولدم شروع کردم. سرویس خندیدی دیگه. شب تولدم شروع کردم. یکیچ. نه یک سه خندیدی. آقا خندیدی. نه 1-3. نه نخندیدم. شما توی کامنت ها بگید. نخندیدم. ایرانسل در آینده نزدیک. مشترک گرامی چه خبر؟ مامان بابات خوبن؟ بچه کوچولو چطوره؟ الهی ایرانسل قربونش بره. مشترک گرامی یه طرح دارم پاییزه یکی سیم کارت بخرد دوتا ببر. یکی میاره در خونتون یکی هم میاره به عموت میده یکی هم واسه عمتون. مشترک گرامی کاری باری نداری فعلا قربونت ایرانسل جون. خندیدی؟ خب آجی اصلا خنده‌دار نبود. آخرش ایرانسل جون گفتی خندیدم. ای خدا اصلا خنده‌دار نبود رفقا. خب چیکارش کنم؟ فقط اون ایرانسل جون آخرش جالب بود برای من. بعد لحنت هم یه جوری جالب بود واقعیت. فقط به این خندیدم. بچه این نامردی بود. این نامردی من داداش نامردی باختم. یه جلو. آقا شما توی کامنت ها بگید اصلا خنده‌دار بود جوکش؟ بله. فقط اون آخرش رو با یه لحن جالب گفتی ایرانسل جون. من به اون ایرانسل جونش خندیدم. چیکار می‌خوای بکنی؟ مجازات چی حالا؟ چکه. یه
یا خدا یا حسین یه جلو بیا جلو. مگه جلادی؟ آره بیا جلو. جلاد شاه. باشه نزدیک میشی. آرامشتو حفظ کن. آه این نه همین بچه ها ولی شما شاید باشید نامردی زدید. نه خیر نامردی نزدید. نامردی زدید. شما داخل کامنت ها بگید آیا جوکش اصلا خنده‌دار بود؟ ممنون که تا اینجا ویدیو همراه با من بودید. حتما سابسکرایب کنین، لایک و زنگوله هم فراموش نشه تا بیشتر از این ویدیوهای خنده‌دار براتون بسازیم و منم بیشتر این آقا الیو معجزاتش کنم. دیگه نه دیگه تموم شد. دوستتون دارم. مرسی که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. برای بچه اگر از ویدیوی چالش سعی کن نخندید خوشتون اومد داخل کامنت ها بگید که پارت دوم و بعدیاش هم بسازید. آره من سختش میگم آقا لایک و کامنت فراموش نشه. فراموش نشه.